روسیه تفگرا خویا سیاسی و دیپلوماسی ده هفتیا بوری ده گورتر کربو کو او یک نرینه نو جدوسه سوریه را نشاده ده کو او دوسه سرکه یا دانستاندن روسیه بو دوان لیو تفگرو هفدیتن روسیه ده. جالیه پروسا سیاسی و روشا لسر زمین او دوسه یا هری پیشی و کشان امریکا و نآرامیا لسر سینور سوریه به ترکیه را. روسیه هروها خودوی تفگره ده جگنگشا لفو تفگره هف پیمان خواه ین سرکه من رژیم سوریه و ایران و ترکیه که هف بشنوه ین ده اسیتانا دنه دورخست و بهتر خوانیزی که پرا برانبری و یا لستگوان لسوریه کر من امریکا و اسرائیل. جوان هفدیتن دیپلوماسی ین روسیه ده هفتیا بوری ده هفدیتنا سروک روسیه ولادیمیر پوتین و سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاهو لموسکویا پایتخت روسیه. او جبو گنگشکرنا دوسیا سوریه به تایبت هبونا ایران لسوریه. هر وها دچار وی آداره ده هفدیتنک دناورا سرکردین هر دو ارتشین روسیه و اسرائیل ده لیویانا جبو گنگشکرنا پروسه و پیشهاتین تایبت لسوریه هات لدارخستن. پشتی جوینا وینای بروژه واتا دپنج وی آداره ده وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف به گرکه لولاتن کنداوا عربی رابو و هر یک جو ولاتن امارات و کویت و قطر و سعودیه لخوا گرد. روسیه هر وها هفدیتنک لگل دسته یا بلند یا دانستاندنان یا اپوزیسیون سوریه و سروکوی نصر الحریری لدار خست و پیکانینا کومیتا دستوره یا سوریه گنگ شکر و او بخواندن جبو سردانا موسکویه.